خبرهای مهم را از رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. به اطلاع یک منبع در سرریاست اجرای جزای جنایتی زنان زندانی تاجیکستانی را تا ماه سپتامبر امسال از روسیه به تاجیکستان می‌آورند. این منبع که با دلایل‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت ساختمان بناهای علاوه‌ای در محبس زنانه شهر نارنج ادامه دارد. خبری به تاجیکستان انتقال یافتن بیش از 200 زن زندانی را نخست شده ماه اپریل امسال تاتیانا ماسکالکووا وکالتدار وقت حقوق انسان در روسیه رسانه کرده بود. ماسکالکووا گفته بود که برای انتقال 200 زن محبوس از روسیه به تاجیکستان به رئیس جمهور امامعلی رحمان مراجعت کرده پاسخ مثبت گرفته است. مقامات تاجیکستان درباره انتقال زنان محبوس از روسیه هیچ شرحی ندادند. آمار زنان محبوس از تاجیکستان در روسیه در منابع باز دسترس نیست. وکالتدار حقوق انسان در روسیه گفته بود زنان محبوس خارجی در زندانهای روسیه با مشکلات زیاد روبرو هستند و از جمله نمیتوانند سر وقت خویشاوندان خود را ببینند. نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان میگوید که به خلاصه رسیدند که اعلان‌های نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که ساکنان را به کار در اروپا دعوت می‌کنند فریب هستند. این سازمان 9 ایان در پاسخ به سوال‌های کاربران در واتساپ نوشته است تجربه نشان می‌دهد که شرکت‌های قلاب به شهروندان وعده‌های دروغ، معاش‌های کلان، جای زیست و خوراکی بی‌پول پیشنهاد می‌نمایند. به نوشته این سازمان وعده از 3 تا 7000 یورو معاش نیز واقعی نیست، زیرا چنین معاش‌ها به شهروندان خارجی پیش بینی نمی‌شوند. جای زیست و خوراک هیچگاه بی‌پول نمی‌شود. شرکت‌های قلاب نام‌های شرکت‌های مشهور را استفاده برده از نام این شرکت‌ها دعوتنامه‌های ساخته را روان می‌کنند. آمده است در پاسخ سازمان بین المللی مهاجرت. متخصصان این سازمان نوشتند که قلابان در جریان مکاتبه یا صحبت با شهروندان باز دیگر حجت‌های ساخته را روان می‌کنند و پس آهسته آهسته از شهروندان مبلغ کلان تا 10-20 هزار دلار می‌گیرند. نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت پیشتر به شهروندان توصیه داده بود که با وعده کار در اروپا به کسی پول نفرستند. ماه اپریل امسال وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان هم از زیاد شدن حالت‌های قلابی با وعده کار در خارج کشور خبر داده بود. در پی به آبانبار چپه شدن ماشین خاکبردار یا مخلپات در کانه طلای شوگناو یک نفر جان باخته است. حادثه نیمه شب 9 ایان رخ داده است. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان دولتزاده ام از عهده راندن نقلیات نابرآمده به آبانبار شرکت گنج وحدت سرازیر شده است. منبع میگوید که جسد این راننده را از آب گرفته به نزدیکانش دادند. جزئیات بیشتر این حادثه معلوم نیست. پیش از این در روز 23 می نیز در پی چپه شدن کوهپاره عظیم در کانه شوگناو 4 کس به هلاکت رسیده بود. در جماعت شوگناو ناحیه خاولین یک از کانهای بزرگ طلا جایگیر است. در اینجا در حال حاضر 6 شرکت به زرشویی مشغولند. اکثر کارمندان این شرکت‌ها از دیگر شهر و ناحیه‌های کشور برای کار به اینجا می‌آیند. به دنبال سرنگون شدن یک چرخبال آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز، ارتش آمریکا به چند نقطه در ایران حمله کرده است. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام در بیانیه گفت سیستم دفاع هوایی، ایستگاه‌های نظارت زمینی و مرکزهای راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام این عملیات را پاسخ مناسب به حمله‌های اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در آب‌های منطقه خواند. در همین حال سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های آمریکایی در کویت، بحرین و اردن خبر داده است. یک مقام آمریکایی برای رویترز گفته است که تقریباً همه موشک و پهپادهای ایرانی در آسمان نابود شدند و هیچ گزارشی درباره آسیب دیدن سربازان آمریکایی یا خسارات به پایگاه‌های آمریکایی نیست. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که یک چرخبال آپاچه ارتش آمریکا 8 ایان در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون شده است، اما 2 خلبان آن نجات یافتند. یک روز بعد از این حادثه دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا تصدیق کرد که این چرخبال از سوی ایران سرنگون شده است و افزود که به آن واکنش نشان خواهند داد.